700 سال از مرگ مولانا گذشته. الان تو شهر قونیه فستیوال براش برگزار میکنن، برای یک مراسمی دارن، همه مشهوره، همه میدونن، رقص قونیه. من نظر شخصیمو دارم در مورد این رقص میگم، حالا شاید بعضیا قبولش نداشته باشن، اشکال نداره، اینجا یه تریبون آزاده. به نظر من 700 سال یه سری آدما اومدن ادای مولانا رو درآوردن. اگر واقعی بود الان از توش باید حداقل تو این 700 سال یه مولانای دیگه از تو اینا باید میومد بیرون. ولی اینطور نیست ادای مولانا رو در بیاری مولانا بشی. مولانا یک شادی درونی رو دریافت کرده که اینقدر شاد شده که رقصیده. حتی به نظرم شاید اون لحظه خودش متوجه نبوده داره میرقصه. اونایی که ظاهر بین بودن نمیتونستن عمق مطلب داخل و وجود مولانا رو ببینن، اونا فقط پوستش رو دیدن، گفتن ای داره میرقصه. و الان 700 ساله دارن میرقصن، ولی هنوز از توش یه خط شعر مولانا در نیامده بیرون، هنوز یه خط شمس و مولانا از توش، دیوان شمس در نیامده.